امروز اومدیم نمایشگاه دوازده ورزشی و یه غرفه دانش بنیان پیدا کردیم و حالا می‌خوایم بریم باهاشون یک صحبت مختصر و کوچیک بکنیم ببینیم اصلا داستان از چه قراره. سلام، خسته نباشید. خوش آمد میگم خدمتتون. آرزو مهندس هستم، کارشناس فروش مجموعه آنیا. ما تولیدگر شرکت دانش بنیان هستیم که تولید کننده دستگاه‌های حوزه ورزشی، پزشکی و دستگاهی که تولید کردیم همه دستگاه‌ها اولین بار داخل ایران توسط شرکت ما تولید شده. بالاترین دستگاهی که تولید کردیم و اولین دستگاه اسکنر سه‌بعدی هستش که گزارش آنتروپومتری رو میده، به این شکل که دوستان قبلا توی مجموعه‌های ورزشی، کلینیک‌های تغذیه با متر نواری می اومدن مراجعینشون رو دورگیری می‌کردن و حالا مقایسه می‌کردن و این مشکل همیشه پیش می اومد. این بحث همیشه بین مربی و شاگرد پیش می اومد که این دفعه متر شل گرفتی، دفعه پیش متر نمی‌دونم صفر گرفته بودی و حالا این شرایطیه که معمولاً چالشی رو بین مراجع و مربی داشت. این دستگاه اومده این چالش رو از بین برده و دستگاه به صورت سه‌بعدی مراجع روی دستگاه قرار میگیره، 45 ثانیه روی دستگاه میایسته و گزارشش رو به صورت 5 صفحه خدمت مربی ارائه میکنه. این باعث میشه که هم خود شاگرد و هم مربی نسبت به عملکردش رضایت داشته باشه و بتونه برنامه بهتری برای جلسات بعدی برای مراجعش داشته باشه. این در مورد دستگاه اولمون. دستگاه دومی که داریم خدمتتون ارائه میکنیم گزارش ترکیب بدنی رو در اختیارتون میذاره، یعنی میاد مراجع با قرار گرفتن روی دستگاه متوجه میشه که وزنش تشکیل شده از چه مقدار چربی، چه وزنی عضله، آب، پروتئین، مواد معدنی به تفکیک اعضا، دست راست، دست چپ، پای راست، پای چپ و تنه و متوجه میشه که حالا چه مقدار از بدنش چربی و عضله داره و حالا اگر داره تمرین ورزشی انجام میده چپ باید چربی رو از دست بده و افزایش عضله داشته باشه و وزن کم بکنه که این دستگاه هم باز با توجه به اینکه تاریخچه بدنی رو پایین گزارش در اختیار مربی و مراجع قرار میده، باز نسبت به عملکرد مربی یه صحه‌ای میذاره و شاگرد هم راغب به ادامه همکاری با مربیش خواهد شد. و دستگاه آخری که داریم دستگاه قد و وزن هستش که به صورت دیجیتال اولین بار هست داخل ایران تولید شده. قد، وزن و BMI رو در اختیار قرار میده. تا الان دستگاهایی که داخل ایران بوده به صورت لیزری قد رو اندازه‌گیری می‌کرده، اما این دستگاه به صورت دیجیتال میاد کف سر رو تاچ میکنه و از کف سر قد رو اندازه‌گیری میکنه. و در نهایت رونمایی محصولی رو داشتیم که دستگاه باز اولین بار هست تو ایران داره تولید میشه. دستگاهی هستش که سرعت عمل رو اندازه‌گیری میکنه و دوستان مسابقات رو میتونن تو باشگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی داشته باشن نسبت به عملکردشون و سرعت عملشون. این دستگاه هم برای اولین بار برای داخل نمایشگاه رونماییش انجام شده. حالا من یه سوال دارم. شما شرکت دانش بنیان دارین محصولی رو تو ایران و موبیسازی تولید می‌کنید. بله. حالا یه سری مسائل داریم، مسائل فنی این دستگاه. مسائل فنی پشتیبانی چجوریه؟ ما همه دستگاه‌ها با توجه به اینکه سابقه کاری شرکت ما نزدیک به 6-7 سال هستش که دستگاه‌ها داره تولید میشه. دوستانی که قبل با ما کار می‌کردن می‌دونن که نسبت به پشتیبانی ما همیشه به مشتریمون ضمانت دادیم و همه رو ساپورت کردیم و نسبت به قراردادی که با روز اول موقع تحویل دستگاه باهاشون داریم ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر بچه‌های پشتیبانمون همیشه پاسخگوی دوستان هستن و رضایت‌مندی ما رو میتونید در طریق مشتری ها داشته یعنی پس ما میتونیم گارانتی این دستگاه رو 2 سال روی بعضی از دستگاه‌ها 2 سال و روی بعضی از دستگاه‌ها 3 سال گارانتی ارائه میشه. 10 سال خدمات پس از روی تمام محصولاتمون هست. خدای این دستگاه حالا به هر دلیل ایراد پیدا کنه نسبت به گارانتی تعویض خواهد شد. تعویض میشه و اینکه از مشتری بالا پایینی نداره. نه. هیچ بهونه‌ای نداره و سریع این کار انجام میشه. این چیزی که دوستانمون حالا میتونید از مشتری هامون تاییدش رو داشته باشید. ولی ما میگیم گارانتی، هر گارانتی رو تعیین اومدیم تو برگه قرارداد نوشتیم شکستن، آب خوردگی یا در اثر نوسان برق، یعنی همه چیز شامل گارانتی خواهد شد. همه چیز شامل گارانتی خواهد شد مگر اینکه دستگاه یا بشکنه در اثر ضربه‌ای که بهش وارد شده یا آب داخل دستگاه ریخته بشه که واقعا تو گارانتی نیست. همین مواردی که عرض می‌کنم از گارانتی خواهد. ما 0% چون تولید کننده هستیم تمام دستگاه رو خودمون تولید می‌کنیم. هیچ ممانعتی در خصوص پشتیبانی گارانتی دستگاه نداریم. بعد اینکه ما کسی الان بخواد با شما ارتباط بگیره و شرکتتون پیدا کنه باید از چه طریقی برسه؟ ما از طریق سایتمون، اینستامون، از طریق ania3d.com
بله از طریق سایتمون میتونن بله معرفی ممنون شد. دفتر فروشمون هم تهران دانشگاه شریف هستیم. باکس شریف هستیم. بله ممنونم. خوشبخت خوشحال شدم از آشناییتون. در خدمتتونم. محبت داریم، خیلی زحمت کشیدیم و خوبی داشته باشید. شما همینطور. متشکرم. خدا نگهدار.